سلام دوستای عزیز. زمان که روی لینک کلیک کنین یک صفحه ظاهر میشه. زمان که سر لینک کلیک کردین این صفحه ظاهر میشه برویتون. یکی ساین این است، یکی ساین اپ است. وقت زمانی که شما اکانتتون کرییت کردین، اکانتتون ساختین، بعد از او با سر ساین این بعدن که کلیک میکنین. شما فعلا سر ساین اپ کلیک میکنین که اکانت میخواین بسازین، اکانتتون ساخته شده. یک دقیقه صبر میکنیم، اینترنت ضعیف هسته. وقت زمان که صفحه دیگه ظاهر میشه، دو آپشن داره، یکی گوگل اکانت و دیگه فیسبوک. یعنی از طریق فیسبوک میخواین اکانتتون بسازین یا از طریق گوگل اکانت. صفحه ظاهر شد. یعنی که کنتینیو وید فیسبوک یا کنتینیو وید گوگل. ما میخوایم اینه از طریق گوگل اکانت خود جور کنیم. سر روی کنتینیو وید گوگل کلیک میکنیم. با این قسمت اگر اکانت های مختلف داشته باشین، یعنی از کدام اکانت میخواین شما اکانتتون بسازین. فرضاً از اینی اکانت ما میگیرم، اکانت اولی دیگه از این اکانت میخوایم اکانت ما بسازم. میبینیم که اینترنت کمی ضعیف بوده. اکانت ما کرییت شد. اینجا تبریک باشه با سدنساری. بعد روی منیو کلیک میکنیم، میایم در قسمت سمارت کانترکت، میو آپشن آخری ده سمارت کانترکت کلیک میکنیم و بعدا سر ساین این کلیک میکنیم. ساین این و فعلا ما ساین این کردیم و این ساین این 0.5 گرام میته. هر گرام ما 1.8 دلار بر ما جور میشه. و وقتی رو کلیک کردین 10 ساعت بر شما وقت میته. هر 10 ساعت بعد بر شما 0.5 گرام میته که اینجا شما میبینید 10 ساعت و 17 دقیقه بعد دیگه. بعدا روی فری کلیک میکنین. روی فری کلیک کردین قسمت پایین میاین رول. این رول در هر یک ساعت بعد 0.1 گرام یا 1 گرام یا نظر به کلیکی که شما میکنین یا 1 گرام میته یا 10 گرام میته یا 100 گرام، چانس شما هسته. این بوده که طریقه اکانت کرییت کردن، اکانت ساختن. و چطور پیسه تان وقت زمان که 500 گرام شما بسازین، شما میتونین 1000 دلار بگیرین. و او رو چطور میتونین پیسه تان اخذ ماین ودراول کلیک میکنین. ودراول کلیک کردین طریقه هست شما پولتان به دست میارین. سر بیت کوین کلیک میکنین یا طریقه است که از یا پیسه، اگر ماستر کارت دارین از طریق ماستر کارتتون پیسه را میگیرین، ویزا کارت دارین، پی بل دارین، امریکن اکسپرس است، بیت کوین است، پاینر و پیر. این طریقه می شما میشه که پولتون به دست بیارین. این بود طریقه اکانت کرییت کردن و پول به دست آوردن. تا ویدیو آینده، خدا نگهدار.